سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز و همراهان گرامی بنده. امروز میخوام یک ریتم 4/4 6 ضربی رو بهتون آموزش بدم که بسیار راحت و برای آهنگای 90% ایرانی میتونید بزنید و کاربرد داره. اول با انگشت آی بزنید که راحت تر باشه، حالا با انگشتای دیگه نزنید. اول با انگشت آی بزنید که بتونید مسلط بشید. اول یه ضربه میزنیم رو تمامی سیم‌های گیتار، یک، دوباره میایم بالا، آپاگادو، 1 2 3. چی شد پا؟ اول با انگشت آی یه ضربه، میایم بالا، آپاگادو، 1 2 3، یعنی 3 تا ضربه 1 2 3 میزنیم رو سیم‌های تری که میشه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. پس چی شد؟ اول یه ضربه میزنیم رو تمامی سیم های گیتار، میایم بالا، آپاگادو، 1 2 3. مرسی که بنده رو حمایت میکنید. انشالله که موفق باشید.